سلام علیکم شهرزاد جان. نظر شما خوش آمدید در حالی که محبت. من امروز ما در طرف خانه شاه جمال آمدیم برای تبریک کردن مهری ماه از نام توغا جان هایشان، از نام مقدس و وارث جان. امروز ما تبریک میگوییم مهری ماه خردکک را. با ما باشید، یک چند لحظه های فراغتی را پیشکش شما میکنیم. رفتیم. ما فهمیدیم که در این خاندان، در این طرفخانه زیبا زادروز یک پریچهره، یک دخترک نازنین که با نام مهری ماه بوده است، امروز ما را وظیفه‌دار کردن از شهر خارجه. یکی از دوست بهترینم مقدس توغا جان عزیزشان و البته از نام وارث جان امروز ما علای مهری ماه خردکک را تبریک گویی آمدیم. خداوند عزیز این ملکه خاندان را به درد و غم کرده، با یک کسب پرشرف یکی از آن انسان‌های نامدار دهه آهنی کمان کند. فقط در این روزهای خرسندی تبریک گوییم خواهر و دادرکانشان زیاد شود. می‌گوییم که مهری ماه خردکک یا معلمه شود یا دکتر شود، یکی از آن انسان‌های نامدار سمرقند عزیز زمان گردد. امروز برای مهری ماه عزیز، برای این دخترک نازنین مرحبا، شما اجازت ما تبریک می‌کنیم. امروز یک روز خرسندی است. می‌خواهیم که دخترک نازنین کلام شود و البته از نام کلام سالان، از نام نزدیکانشان بهر این دخترک نازنین، بهر این پریچهره پیوسته می‌گوییم آفتابکی من ماهی ما سحر شد، کفتر سپهر از لانه به در شد. برخیز با هم یک جایه باشیم و کفتران لانه بسازیم، دانی ثواب خود بکاشیم. افسانه یکی خواندم و بالینم برای خواب و آرام شیرین. حقیقت بود از زندگانی تا خوب و بد را تو بدانی، قدم برای بد نمانی. امروز که روزی خرسندی است، بگذار همین طفلک نازنین، همین فرشته خاندان یک دخترک نازنین شده با وای رسد و به درد و غم شود. نامبردار مادر و پدر خود باشد، نامبردار آنا جان‌ها و بابا جان‌های خود باشد که آنا جان و آنا جان‌هایشان در سفر بودند. ما امروز البته بابا جان‌های عزیز را تبریک می‌گوییم با جشن یک سالگی نبیره شیرین. اعظم بابا امروز زادروز نبیره مبارک باشد. سلیم بابا نیز شما را تبریک می‌کنیم. امروز روزی خرسندی است. البته مادرجان‌های عزیز، مادرکلان‌ها، آنجان‌های مهربانشان که در شهر خارجه بودند، دلاور آیتیلا، شهناز آیتیلا تبریک می‌گوییم با امروز یک سالگی دخترک نازنین. سال تعاون در خاندان فرخنده بانو، در خاندان الهام جان، الهمین طفلک نازنین با آمدنش یک خوشبختی، یک خرسندی، همراهی خود نامی پدر مادری را آورد که الهام جان و فرنگز بانو، فرخنده بانو سزاوار نام این پدر مادری گشتند. بگذار می‌گوییم خاندان الهام جان باغچه بچگانه شود و هر سال آمده اینها را تبریک گوییم. البته بعد این دخترک نازنین، بعد مهری ماه پیوسته می‌گوییم دخترم، نسخه دل و جانم، آرزویم، امیدم، ارمانم، پا به پا بردمت برای حیات تا که باشی عصای دستانم. روی دستان کلام نکردم تو را، من کلام کردم روی چشمانم. هر چی دارم برای تو دارم، هر چی مانم برای تو مانم. نم به آنجا دمی شدی بیمار، من دیگر خود جای خود را ندارم. امروز آنجان‌های عزیز، امروز همون نفرانی که در خارجه هستند قلباً روحاً همراهی ما هستند. پدرشان الهام جان، عمک جانشان البته اسلامکه که هر یکی آنها در خارجه هستند، امروز روحاً جاناً جسماً همراهی ما هستند و این طفلک نازنین را تبریک میگویم. بگذار 120 سالش شود، مانندی مادرشان، مانندی آنا جان‌هایشان یکی از زن‌های عاقله خاندان شده، صاحب فرزندهای نیک و صاحب علم و معرفت کردند. در روز خرسندی مهمانان ارزنده است و سخن‌های نیک کلانسالان را شنیدند. در اینجا آنا جان‌های عزیز هستند، آنا جان‌های مهربان یک دعا می‌کنند که مانند اینها یک زن‌های عاقله دهه آخری کمان گردند. مرحبا. این طرف بیاید شما هم خلاص کنید. خوش آمده نوری دیدن عزیزم، مهمان‌های عزیز. خوش آمده هم یک نوری دیدن عزیزم. خوش آمده.
دخترکی کلام شود و شمایان توی نکاحش به آمده این دخترکی نازنین رو عروس شده که وقتش رو تبریک کنید. عمر دراز را برای شمایان می‌خواهیم. مرحمت خاله جان تو تبریک کنیم. السلام علیکم. در این روز یک سالگی مهربان خوش آمدید. روی دیگران سلام مهربان کلام شوید و بیارک پیش چای رزک باباجان و آنجان شود از نوری آنش خالش که در رنگ سفر است که اندام مقدس اقدس تبریک میکنیم. کلام شود دختر بمانی شود مکتبای عالی و داخل شده فخر قهری کرده پشت این پدر و مادرش باباجان و آنجاناش فخر کرده خوش آمدید تو با یک باری دیگر نوری دیده رحمت سلامت باشم. البته بگذار امروزه این پری چهره را امروزه این طفلک نازنین را که از همه تحفه بی‌بهاترین خداوند است بهر انسانیت نامش فرزند است میوه شیرین‌ترین حیات است این فرزندی نازنین. بگذار یک دخترکی عاقله سزاواری نامی نکو شده بابای رسد و فقط در این خیل روزهای خرسندی فخر آهلیک شده از پشتش فخر کنیم. حاضر ما را وظیفه‌دار کردن از همانجا مقدس گفت که در آنجا عمه عزیزی ما هستند نامشان مسعود عمه یکی از آن دکتران که به هر کس یاردمشان میرسد یک هم کس دعا کنند شاید یک برنج کلام شود مانند عمه ما گفتند نیز از نام مقدس دوستی عزیزم از نام بوریس جان تبریک میگیم. مرحمت نزدیکترین سمتری مرحمت. السلام علیکم مهمانان گرامی. من امروز برای گذراندن روزی زادروزی مهمان جمع آمده از همین فرصت استفاده بردم که ما را پدر و مادرش را آنهای و باباهایش را با این روزی خرسندی‌اش تبریک بگویم. بگذار مهمان کلام شود و یک دخترک کلام شود و مکتب‌های عالی تمام کرده یک چی میگم از همه فرزند بهترین آخریکی گرده بیاید. به همین به همه تنی صحت آرزو دارم. بگذار چه آرزوهایی که پدر و مادر از پشت این دخترک می‌پروردند جامعه ما خوشش به همه رحمت خوش آمدید نوری دیده و توجه سر می‌بیم. نیتکاتون مرسی بدهید. شد داریم نیت میکنیم که ورد شود خداوند عزیز هم خیلی ورد سبکدست شود که نام آهلیک را معروف کند از شما هم زور شود. البته مهمانان عزیز میزبانان این است باز یک وظیفه‌دار کردم که هم خلیل و معلم عزیز را هم خزی خاله را هر دویشان را به صحنه تکلیف کنید و آنها یک تبریک کنند از نام ما و از نام راهبرها. مرحمت نزدیکان مادران مهربان تکلیف میکنیم. مرحمت خلیل آقا شما را تکلیف میکنیم از نام خود از نام خواهر عزیزی ما از نام آنا جان عزیزشان تبریک میگیم. مرحمت. السلام علیکم مهمان و عزیزان گرامی. اجازه بدهید از این فرصت استفاده برده مهمان را با این روزش تبریک گفتن. صحت سلامتی روی دراز اینجا فیلمر خوشحالیشم اکی من هم یک ممنون میره خوشحالیشم اول صبح سلامت باشم 100 سال باشم اول صبح سلامت کردم. می‌دونم عمر دراز بینیم 100 ساله شود افشین و ایرانش باباش هم باشو روز خلوت بینیم. رحمت معلمان عزیز راهبرها و سلام میرسانیم. خداوند عزیز هر کجای دنیا باشید صاحب سلامت بیاید. البته با ما اما میشنانه دلاورایتی البته شهنازایتی خالجانی عزیزشان زینرایتی الهام جان و البته اسلامکر تمام نفرانی که در خارج هستند مسافرها هر کجای دنیا باشید صاحب سلامت با وطن خود برگردید و با آغوش پدر مادران نزدیکان. امروز روز خرسندی خوشبختی است. در روز خرسندی البته ارزنده است تحفه دادن. امروز برای مهریمه خوردکر یک لختکی کلام آماده کردن مانند قد خودش مرحمت یکنی لختکو تحفه های ارزنده را میبیاریم به نزدیک دخترک نازنین. البته دستمان خالی باشد یک تا قرصد میذاریم زادروزش مبارک باشد. نیز در اینجا توفه هست عکس های زیبایی مهری ما مرحمت کنیم میکشیم کنیم عکس ها راستان نمایان میشود چپه میبینیم.
این انانه کمپانی ما هست که عکس‌ها چپتن پایان می‌شود مبارک باشد. مهمه خوردگاه کلان شود و صاحب چندین خواهر و دادرکان خود باشد. نیز در اینجا گلدسته زیباست از نام خواهر عزیزشان فرنگ زاهدی برای فرخنده بانو است. مرحمت برای مادرشان آماده کردند که مبارک باشد. مرحمت نیاز یک تبریک میکنیم بعد نامبر میدونیم. خوش فرنگ زاهدی تشریک تبریک کنیم از نام خود، از نام عائله، از نام پدر و مادر. مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز. بار دیگر خوش آمدید نوری زنده تاج سر. ما امروز جشن یک سالگی جنکم میریم را که همون پیشواز گرفته ایستاده‌ایم. اجازه دهید من از نام خودم، از نام اهل عائله، از نام همه مهمانان، از نام رهبران تبریک و تهنیت ها گویم. همه وقت سلامت باشد. درد نبیند 100 ساله شود الهی. کلام شود با تیاش و ما خدمت کنیم. از همین فرصتی پر قیمت استفاده بردن به رهبران رحمت و تشکر خود را اظهار میکنم. با کارهای آنهایم آمد برکت الهی بسیار سلامت برگردند. با دقتتان تشکر. رحمت خدا سلامت باشید. اکنون مهمانان عزیز در روز خرسندی امروز همراهی مهریمه خوردکک اولین بار یک شیرینی را میبریم. از بابا جان ها میخواستیم التماس میکردیم مرحمت از بابا یک تشمایه تکلیف کنیم همراهی سلیم بابا یک دقیقه میخواستیم یک همراهی نبیره یک شیرینی را بریم. مرحمت التماس میکنیم. امروز روزی بایرام، امروز روزی خرسندی یک تورتا میبریم. مرحبا بابا جون یک نزدیکتر بیاییم. مرحبا از بابا سلیم بابا شما را تقدیم میکنیم. مرحبا سلام سلام تقدیم میکردیم. مرحبا بابا جان را پس از تورتوری البته یک مراسمی زیباست در سمرقند زمین که کاکلان نازنین کودکان را میبرند نیت میکنند که عمرش دراز شود گفتند. شما را تقدیم میکنیم. مرحبا میهمان باشد والدین چشم دل مسرور و خوشبین تدرد. این طرف بیا شمایا. السلام علیکم. السلام علیکم. دسته این طرف مرحبا بابا جان ها حاضر همین نبره شیرینی دست میگیریم. نیت کرده دعا کرده همین شیرینی هم میبریم کنی حتی اینه گرانیم کنی افسرتان حیان بیرون ما چیز من بیرون خوشکار اینه چیزه مرحبا از بابا همراهی نبیرد بدونیم میبریم شیرینی را.
Azam Bobo hozir niyat کرده در اینجا کرد و قیچی و کتاب‌های بسیار هم قیمت‌بها را تیار کرده ماندن که برای کاکان نازنین نبیره را کوتاه کنیم که عمرش دراز شود. هر دو یکان می‌کنیم نیت کرده. بهودن نگفتیم من از سرش که مرد شود گفته کتاب‌های برای چی؟ خوش مرحبا دست ما خالی بشه درد فرزند زنه میاد روزش مبارک باشه مرحبا درست هم رو باید باش مایم بریم مبارک باشه رحمت سلامت باشد اکنون مادران عزیز آمد جانوان از صحنه دور نرفته با راهبری شنایان تمام امروزه مهمانان را زنهای زیبای آفرین زمین را در رقص بازی تکلیف میکنیم اقتباری مهمه خردکر شروع کرده خورسندی کرده میرقصیم و رسم امروزه را دوام بدهیم مرحبا
یادی روزگار شیرین خاطرات عشق داری یادی بوسه های گرم زان لبان نمکی یادی روزگار شیرین خاطرات عشق داری یادی بوسه های گرم زان لبان نمکی برای مهمانداری رحمت‌الله ها نبره شیرین مهرمت و درک نازنین فقط انامه شما را تبریک می‌گویم که نوارم نمی‌کنم فقط دوستان سرپی یک سرپی کنم سرپی کنم نه خودش ما تبریک می‌گویم رحمت فرمان زلفت خم خم زدن کاشات قلم زدن کاشات قلم زدن آچیق خشرو شده روی دلم غم زدن روی دلم غم زدن زلفت خم خم زدن کاشات قلم زدن کاشات قلم زدن آچیق خشرو شده روی دلم غم زدن روی دلم غم زدن کاشات